orquesta. ببخشید که ما دیر کو. خیر این دوتا همشین از که گوتی من همین گستم چیه کته که امیر حمزه که نه نظام چی شیراز شد مزم بیتا و ریکان تو که چه هر بسن ریکی نه و بالاخره باز این چیز میزه و شان دوتا نوشته بیابان پروار و بشیر شطور وارتق به حت بلوغت رسته دیگه چیزانی به همین پیما و تیمنان در ملک عجم سروری کده کباد ورچ کجا عرب ورچه امیر حمزه رئیس بچه مکه معظمه که مقبل حلبی ها و چی کده گفتگی و منظر شاه پادشاه یمن مسلمان بیتا هشام بن اکرمه هم کشتگی عمر مهدی کرب هم 44 براتا دکی در یه روچ بستگانتی و اتکا روچ بستگانتی بابر بیابانی هم کشته کرسی تایی هم مقام بیتا صاحب بیتا کرسیاں تی گفته چونکه کباد گستما یک کلمات اشکتا چه دست کسی که ای چوشن کاران در کاین آئی هم کم کسی نہیں پس کبادا بد سوی مدین روان بید چه دور پوج امیر حمزه که چارتی گوشتی ای بختک شاه ای بختک شاه اشتاتا بودا کسی اشتاتا ای پادشاهی نه هما عربی کبادا چه راه دیگه به شهر درد شاه هم درد با شاه بوسی پاد آت وقتی منا شاه پاد چوکتا و هاو یعنی بختگا وقتی منا چه ورشی ای پادشاهی نه یعنی امیر حمزه مشی نه ای پادشاه نه یا هما عربی کباد گوڑا همشین دیگه رایه چه شو پا شاه که یعنی امیر حمزه مگن دی راه و شاه پابوسی آد با کرسی و وطیگا نشت چون امیر زاند که کباد گستم چه گندگا آئی یا اعتراض کنتیم برگشت در بارگاه شاه آد کو تعظیم کد چون با کرسی وط کبادی نشته دیدتگا اشتاد شاه خواجه لوٹه تو گوشتی ای خواجه امیر با کجا بننده خواجه گوشت هر کجا که مرمت بی شاه گوشت کرسی سام نریمان که گستم نشته باید بنندنه حمزه تعظیم کد به کرسی گستم نشت پس تمام وار تو بالاخره پادت کن ساکیان سیم بالاخره مطمئنم مای بگردش درار تو زرین بگردش درار تو مطربان خوش آوازین ناب داب دوپ جتو چنگ نوا شمه حجاب و چشم مردان برگرفت چشم ساقی باده احمر گرفت هر کسی چه جایی یه خبری کتی کبادن سر مست بی چپ به جانب امیر حمزه نگاه کتی امیر گرد ای پهلوان ترا چه بیتا با دیده به شفقتی به ما نگاه کنه کباد گوش هنو پادکای که یا وقت بیام ترا چست کنم امیر گوش اگر تونه بیا چستو کن کباد پاد مشتی به شانه حمزه جتی پهلوانا هم یه مشتی به گردن آئی جد چه کرسی به زمین کپت کباد چست بی تو زهمی کشه به حمزه حمله ای کد امیر بند دست آئی گفت هنچو دستی پشارده که تیگ زم چای دستا به زمین کپت پس امیر دستی در دو ساک دوی پادانی وشیدن در معنی آرت و آئی چه زمین چستی کو بس سر دست ترنینتی و زمین نجدی کباد به زمین گلته تا 1 ساعتی بیوش بید بعد آهسته چست بید رپت کرسی نشت شاه گوشت احسنت ای امیر وشین سزای داته این ناپاک به حضور میگه بیادبی کن وچه خبر نوشیروان کباد و بختک به اختیار جمله شاهم به نوشیروان جوشتن یعنی ناراض به نوشیروان خبره چون روچ دیگر بید خبر آورد که گستم بهرام خاکانی گپتگ و آورتگی
پدا همه پیما وجه جمله ارکان دولت به استقبال آیه رفتند و امیر به استقبال گستم رفت. جای به رهگذر گستم بیته که اوشتاد چون بختکا ای پیما وقتی من خاکان چه ارچنگ و گرگین همه پیما تندلان شاه کارون دیبند تمام شی گستم کرک رسچنش دست حمزه پریاد ایجاد تمام وقایع پچه کد گستم هم به کبادی گوشت ای ناخلاف روا بی که با وجود تو حمزه عرب به کرسی منی بنندی کباد آچه واقع بیتگه گوشتی گستم ترسید چه جاگه جاگه چه روان بید چون پیشتر ات دیدی که امیر حمزه اوشتاد فی الحال چه اسبا چیرات و ملاقات امیر حمزه امیر هم چوتی اسبا چیرا گستمی دید گستم تد که آی در بغلا گه به قوت فشار داتی جستی که امیر خوش هسته همه پیما خیالی که امیر حمزه چه زور آیه هلاک بیتن لیکن امیر زاند که گستم در زور آزمایی گمان کنگه امیر هم یه نیم دو دست به کمر آیه جد طاقتی چه دسته دا بوت پیچد امیر کندت گوه گستم خجل بید گوشتی ای شهریار بلند اقتدار سر منی پاش مکن و این نشان در میان ما و شما پس هر دو اینان دست یکادیگر گرفت و بارگاه شاه رفتند چون که گستم چه پابوشی شاه پارک بید دست امیر چه در دستی گه به کرسی سامر ریمانی ننده و هم چیرتر دست امیر حمزه نشت چون نوشیروان تعظیم گستم به امیر دید جستی که ای خواجه چون هستن که گستم گو حمزه امیر حمزه موافقت کده خواجه تبسم ایجاد بعد تمام آورت وارت چون که سپره جمع کد شراب آورت وارت چون که دلاوران چند دور شراب نوشد گستم مست بی دیمی گو جانب امیر کد ای عرب شیرخوار و نزان و پشمینه لباس و ریک پرور به شیر شطور یعنی تو به حد بلوکت رستگه ترد چقدر آکه به کرسی منیگه بننده هیچ زانه که به این کرسی چه کسانی که نشتگم چونه مردم نشتگم امیر گوشت نزانو چه کاپرانی نشتگم گستم اگو همچو سام نریمان رستم دستان که جد ما بیتگم به این کرسی نشتگم و چهشان ارث به من رسته امیر گوشت این کرسی لایق بزرگان تو بیته لیکن لایق تو نہیں پرچه که تو نامردیه و چون من چطور بزورا گشترون این کرسی لایق ما هستن گستم گوشت پادکاه یا سزایت بدون امیر گوشت گنوک بیتگه چه من این کرسی پاد نیام این کرسی چه پادشاه هستن به منی بخشته گستم گوشت شاه با کرسی من چه حقی هستن این حق منی هستن ارث و آبا و اجداد منی هستن شاه عادل گوشت ای گنده دهن این کرسی با کسی هستن که چه تمام دلاوران بارگاه شجاعتر ببی چون حمزه چه تو زور آورترین کسی تو رشته ای چینه چه اگر تونه بزور پچی بگر و تو آیه به دست وقت به کرسی نندین هنی لاب بیهوده جنه خاموش به شرم داره اگر به زور گفت کنه صندلی برو پچگر پس گستم با کباد و تی مسترین چوکی و تی گوشت پادا سر چتنا یاربه جدا کن کباد چه مستیر زهمی کشد که جاگه و تیگه بلند بید گون تیگه به سوی امیر حمزه دور داد امیر همه فهم با کرسی نشته بیتگه دست آیه محوای گفت به دست دیگه مشت در گردن جتی
و به زمین کپت گستم که وتی ای دومی چوکی اشاره کد و کتاب برو پسر هم بلند بی ایشیا هم عربا سزای دا اشک بلند بی حمزه آیی ها ضربه واپنتی گستم اشاره با وتی سیمی چوکی کو که کارون آی نام هسته پادت و ای هم وجه به انصاب گوشی کارون هم حمله به امیر آورد امیر آیی به ضربه مشتی به زبین واپند بیوش بی پس گستم چارمی چوک که آیا اردشیر نام هسته برسی ای اردشیر پادا یاره با بکش و آیی هم به امیر حمله کو آیی هم وجه ساک پا دیگه به زمین جتی گستم طاقت نبو وقت مشتی در گردن امیری جا که چم امیر تهار بید تا زمانی که خدایی یاد کد چه کرسی پاد گستمی گپ چیز کو با زمین جمله خلای که احسان با امیر گشت گستمی به قدر 1 ساعتی بیوش بیت چون به هوشاعت بلند بیت نشت نزل کو در بارگاه کد جمله شاهان شاهزادگان عمرا پهلوانان و گردان عرب دست به تیگ برده جز که شاهان شاهزادگان شما دست به تیگ پرچی برده گوشتی که با فرمان برداری شاه هر کسا بیبیتیں ادبی کنین پس به دیمه کو جانب 700 پهلوان صندل نشین کد شما بچه تیگ کشته ایشان هم همه پیمای جواب داد پس دیمی گو 8000 غلام پادشاه کد شما بچه دست به زهم برده گرچه به تو که نافرمان یک پادشاهی کده اگر پادشاه حکم بدنتین دمار چه روزگارت یامد در کاری و گردان عرب هم زانن که ایشان تشنه کون تو هستند ناچار خاموش مند پس تمامی امرا و شاهزادگان چه بارگاه شاه دنات کن و مکان وتی رفتن و امیر هم چه بارگاه وتی آت داستان وجان 12 جنگ کنگ امیر حمزه بارام خاکان بندگ آیه و کشگ چوکان گستم خاکان و عذر لوٹک جمیرا چون روچبی میر خاور به تخت پلک جلوس بست شاه به تخت جمشیدی نشت و بار آمو داد تمام ارکان دولت هر یک به جای وقت کرسیان نشتن گستم هم چیر دست امیرت نشت خوراک وارد و پادت کن پیاله شربت به دور هم چرخین تو وارد وشی وجه چون چند دور چه پیالت گشت عمر امیی چه کرسی وتی چست بی پیش نوشیروان عادل سر به زمین نات و گشتی شاه عشق کدگان که بارام هاکانا گستم بسته به درگاه جهان پناهی آورده پهلوانی بارام خاکان در جهان مشهور بیستیم آرزو دارم که آیا بگندم شاه دستور ده که بارام خاکان آورد چون که حاضران میدان بارام خاکان دید حیران منت عمر امیه گوشت ای پهلوان ترا گستم چطور بست بارام گوشت اول گومن جنگی کد یک ضرب گرزه چما چشیتی و روچ میدان بازگشت در روچ دوم گومن صلحی کد تو من گستم در لوگا مهمانو کد شرط مهمانداریوں به جا آورد روچ سوم من گستم در لوگا وتی طلبت در طعام شراب دارو بیهوشی به من داد چون با هوش بیتم منی بستگا تو روانه کدگا وقتی که من هوشیار بیتم من 40 فرسخ راه آیانا آورتگا من به ای طریق بسته و آورتگی عمر امیه گوشت ای گستم تو و تا پهلوان نام آوری گوشه مردان به مکر بنده لعنت به تو باد ای چه مردانی هستی شرم نکنه که در مجلس مردان ننده گستم گوشت ای
خلاف کوشی ما آیی به مردانی که اسبا چس کتا به زمین نجتا. امیر حمزه گوشت ای بهرام عجب به شرمی هسته. گستم به حضور تو در مجلس نامآوران گوشه که ما آیی به مردانی که اسبا جتا تو پرچه دروغ گوشه. بهرام چون که ای خبر چه حمزه اشکو گوشتی ای شخص خوش منظر تو که و ترا چه نامی هستی چه اهل ای بارگاه. نه امیر حمزه گوشت من حمزه بن عبدالمطلب هستم. ای زمان به بندگان شاه پیوستم. بهرام گوشت اگر خبر منی باور نداره بنده چه من باز کن. گستم بگوش گون هر چارین چوکان و تیگان بیاین من دیما در بیایم 5 نفر که پیش تو منو ببنده. اگر کسی هم مثل من خلاف گوشت حمزه چه تخته وتی پادت التماس و شای کد که ای شاه عادل اگر حکمی بنده چه بهرام دور کنم تا شاه یه تماشای بگندی. شاه گوشت بنده یه بلایگان که کی تونتی ببندی. حمزه گوشت بنده گاهی در عهد ما هستی با حضور شاه انشالله تعالی یام بندم. بهرام گوشت ای امیر بعد چه زور آزمای من وقت البته به تو سپارم. حمزه گوشت تا بند چه بهرام دور کتن گستم من کد لیکن سودی نیست. عمر امیه و مهدی کر پادت کن بند چه بهرام دور کتن و مجرد یک دست پا بهرام پچ بیتن تک زهمی به دسته آورد و گستم حمله کد. گستم گو چوکان در پیش تخت نوشیروان پناه با خاکان در میان بارگاه کپت هر کب زهمی جد جان قالب دو نیمی کد شور و گلگلم بارگاه کپتگاه. شاه به حمزه گوشت ای فرزند ای چه تو کته. امیر بهرام خاکان هر چه صدا کد آرام نگه و آیی چه جنگ کشگاه نوشد. گوشتی ای حمزه بنن تا من ای کپارا نوشیروانا خلاک بکنم ترا به تختا نندینم پیش تو همان غلام بیم. امیر حمزه تبسم کد هرچی بهرام من کد یعنی جنگ مکن سودی نیست. چون امیر دید که کار بهرام چه حدا دیگه گوسته. شای بهرام تو که ما را قبول نکنه هنو چه مردی دور هسته که ترا در بارگاه ببندم. سلا بپوش و اسپا سوار ببه چه شهره با خارج بیا تا ترا در میدان ببندم. بهرام گوشت این خیال خام هسته که تو مکنه چون من با اسپا سوار بوم و سلا به دست بگیرم منا که کی توانتیم ببندی هنو ترا گوشم بل منا تا تمام کپارا بکشم پیش تو کنم. حمزه هرچی گوشت وطمنا خبری گوش نکو به نوشیروانی گوشت اسب به بهرام عطا بی. پادشاه که اسب سلاح آورد به بهرام دا بهرام سلاح پوشد اسبا سوار بید. امیر هم به خانک اسحاق سوار بید. بهرامی گوشت در میدان بیا که ترا بسته به پادشاه تسلیم کنم. امیر حمزه گو پادشاه التماس کو که شاه در میدان ات کن تماشای کن. پادشاه گو تمام سپاه سوار بیدن در میدان درد کن. فوجان درو آرایش کنک بیتن سنبینک بیتن. بهرام در میدان اسب جولان داد نعره زد که ای حمزه من به تو گوشتم بلکه گستم بدبخت که گو نوشیروان بکشم تو مانع بیده هنو اگر مرد دیگه در میدان مقابل من بیا. حمزه خونک اسحاق سوار بی توجه من رکابی کد در میدان درد در مقابل بهرام خاکان اوشتاد گوشتی بیا تا چه داری چه مردی نشان بیا این وقت زور آزمایی بکن وقت ضربا بجن. خاکان گوشت ای حمزه تو منا چه بنده خلاص کتا من چطور ترا مثلا اول حمله بکنم اول تو منا حمله بکن. حمزه گوشت ای بهرام رسم ما نه که اول ما حمله ببریم اول حمله گونتویم. بهرام دست به عمود 700 منی برد اسبی به جولان درارد که عمودی هنچین به سر حمزه جک آواز آی هر دو سپاه اشکد. دلاوران گوشت حمزه
اگرچه 100 اسکندر بی چه ای عمودا در خطره. لیکن امیر چه عمودی رد کت و گوشتی ترا 2 حمله دیگه هم هستی. هاکان عمود دومی به حمزه جد. چه ضرب عمود بهرام اسب حمزه به زانو به زمین نجد. بهرام گرز سیمی به امیر جد که پهلوان به 1000 سختی رد کو. پس نوبت به حمزه رسید. عمودی که 350 من وزن آیه بیتگه زورتی خونک ساکی به یا دو دور میدان ترین تی. عمودی هنچو به سپره بهرام جد که پشت اسب آیه وشی پرشت یعنی کپ بی بهرام خاکا کپ. امیر هنچه اسبا پیاده بید پس دست به کمر یکا دیگر دورده در زور بیت. امیر گفت ای عمر امیه نعره جنو. عمر امیه کلاه من هوای دورده لشکر امیر زان که پهلوان نعره جنته در حالی که پنبه در گوش وط و اسپان وط محکم کو. چونکه نوشیروان یه حالت دید چه خواجه بزرگ مهر جست کو که ای وزیر بنظیر پرچه لشکر عرب پنبه در گوش مکنگا. خواجه گو چطور سے نعره امیر حمزه که 16 پرسک زمین و صحرا با جنبش داد و تکانورگا به لرزگا درکه. پس اسپان و سواران به زمین جننده. بس این مردان جو ترس بی خود به نوشیروان گفت خواجه من هم پنبه در گوش وطیگا بهتر هستیم بکنم پرچه که نعره به گوش منم رسی. خواجه گوشت دستور بده تخت نصب کتن و شما به تختا بننده. اگر بیوش بیته به تختا همودا دیگه بوابسه. نوشیروان به تختا نشت. امیر حمزه نعره الله اکبر چه جگره که برکشه بهرام چه وجه چست که بالا سری ترند به زمین نیجد به سینه آیی نشت. هر دوین دست بهرام بستند. تسلیم مکوله حلبی کتی. نوشیروان ساعتی بیوش بیت. وقتی به هوشات گوشتی ای خواجه تو راست من گوشگه چون حمزه نعره جانته من پکو زنو زمین با آسمان آد یا کو با کوها لگد یا اسرافیل سور دمد. پس حمزه به پای شاه کبت. شاه هم جامعه بود پوشند که امیر پوشند چاودا در بارگاه کن و تخت نشتن که امیر با کرسی جهان پهلوانی نشت. چهار طرفا چوکان گستم نسل بهرام کن و گوشت ای بهرام چون هستن که وقت به بند عربه داد چه بزرگی و میگا ننگ کت. بهرام گفت ای ناپاکان امیر حمزه منو به مردانگی بسته لیکن تیپتا به نامردی منو بسته. پسران چوکان گستم وطا که ناراحت بیتن فکر کو حمزه ایش شجاع هرگز نبیته و همه پیما واجه کلیپ مزنه باشه. شما گوش داری شجاع نبیته و کشت مسلمانان بیته که تا بلای دیگری با ما نازل ببیته. یعنی این شجاع هجبر نتونه بکشه که مسلمانانی بکشن تا بلای دیگری با ما نازل بیدن. بهتر ای هستین که آیه جهانا دور کنین بکشین. چون امیر جز که آیه شما پرچیا کشته وشین امیر آیه ما را بد گوشته و زای داتا ما آیه طاقت نیارتا آیه کشتگی نی وجه همه گپ بکو هر چاره چوک گستم رد کن بهرام خاکان هم بندان تو که کشته و چاره چوکان گستمه نی همشم بهرام لاف درد شور در بارگاه کب که چوکان گستم بهرام کشته. یه خبر به نوشیروان رسه. امیر حمزه گو ای عمر امیه پسران گستمه که بسته نزد من بیار تا سزایشان بدم. عمر امیه چه بارگاه دانه رب دنبال گستم که شام بیاری با پای عمر امیه کبت گوشتی ای
چوکم بد کاری کتا او که بهرام کشته امیر ایشان حتما کشیدن. برای خدا مدد کن تا ترا 1000 سکه زر بدم. عمر امیه زاند که حال دیگه بهرام زنده نبیده. من پرچه 1000 سکه زر چه دستا بدم. فعل حال سکان زر چایه گفتن تی پسران گستمی گوشت با شما که دست پهلوان خلاص کنم. پس اشانی گفت پیش حمزه یارتن. حمزه یارتن وچه امیرا گوشت ای ناپاک بهرامشان پرچه کشته. اشان گوشت که امیر آیا ما را بد گوشته، ما طاقت نیاورده و ما همشون کشته، بنابر ایشی آیی ما کشته. امیر و ای بدبختان به من دروغ باشه، شما را چه کاری بیته که آیا بکشه؟ گستم که به پای امیر کپ که ای جان پهلوان به مردمانی وقت آهم ببخش. با نوشیروان و خواجه اشاره کد که مدد کنه. ایشان مدد که عمر امیه هم گوشت ای پهلوان بهرام کافر حرامزادگیه، انو که آیی کشک بیته پیلن چو کشک اشانی گه که زندگ نبی. امیر گوشت ای دو زانو که چه گستم رشوه گفته. عمر امیه گوشت فقط چه کشک بهرام 1000 سکه زر در بغل مات که. پس امیر ایشان بخشید و چه آنها 4 روز گستم ملازم و رکاب امیر بید. 1 ساعتی چایی جدا نبید و امیر آیی دوست داشت. لیکن گستم در نپاکا حدکه بیتگه دنبال یا پرستی یا تره تا امیر هلاک بکن، یعنی بکشیدی. روچی امیر در بارگاه نشته بیتگه گفتگو شکار در میان آد. شکار در میان آد و امیر گوشت پرچیا شوق شکار هستین، جایی که شکار ببی روی. گستم گوشت در 2-3 فرسکی شهر شکار بازینی هستین که نهایتی نیستین که امیر باندا اختیار کنه که بروین. امیر گوشت روا بی. گستم هم وجه همود لوگا چی بشید 4 چوک وطی گوشتن تی. امیر باندا وعده شکار منداتا باید شما و 400 سوار دانا صبح سر محله در پلان کوه کمین بکنی و کمین بکنی بننده. چو من برز کوه که بیان شما را آواز دم چه 4 طرفه به امیر حمله بکنی بجندی تا به کلی آیا به زخم نیزه هلاک بکنی. با یک قرار که چوکان آیه به شکارگاه رفتگتن و تا هنو صبح صادق نبیتگه که نزد پهلوان آد. گوشتی امیر برویم ما شکارگاه. پهلوان گوشت با گلشکر رویم یا تنها. گستم گوشت اگر با گلشکر برویم که شکار چندان لطف نیستینی، زانتی که تنها برویم بعد چه 1-2 ساعت ترین پدا کایم. عمر امیه گوشت ما هم گوڑا کام گو شما پرچه که تو مردی دگل بازیه، اگر حیله بکنه من ببون ترا گوشماری دون. پهلوان گوشت بیا. امیر مهدی هم گوشتی که تو با گردان نزد پادشاه بروی و چه قول من باشه که امیر و گستم به شکار رفته. پس گستم و عمر امیه روان بیدن. چو یل آدیان به خدمت شاه عادلت سلامی کن. نوشیروان جست کو ای عمر مهدی حمزه کجایی؟ یل آدیان عرض کو که گستم آیی به شکار رفت. نوشیروان گوشت خدا تعالی آیه چه مکر آیی حفظ بکن. چون امیر گستم در شکارگاه رستگان. گستم گوشت یا امیر بالای کوه برویم بگنده که چه جای شکاری هستی. امیر گوشت باز خوب برین که گستم بالای کوه و گستم پسران که رفتن آوازی داد که بیاین به جنای عربا. پسران گستم 4 طرفا زهم کشید با امیر حمله کد. تیران جد که یک بارگی تیر رها کتن که امیر چو معامله دگرگون دید دستی به دست راست و دست گوش چپی کد
نعره الله اکبری برکشید، چون که در میانشان کپت هر یک که به سری زد همچو گوی گلتین تی وجه کپت که یک پادی زد همه پیما همچو خیار پیما گوشید دو نیمی کتن. آواز نعره امیر چه در بارگاه اشکنک بی و مجرد آواز اشکنک نوشیروان گردان عرب سوار بیتن به یک طرف العین و شکارگار هستن. دیده امیر حمزه شمشیر با دو دستی جنگه اشان پشت دا، لیکن عمر امیه پشت سر امیر حمزه نگاهی دارده به شیشه نفت لشکریان گستوامه سوچگه چون گردان عرب حالت دید نعره جنان وتر در پوج اتکن بدبختان دورده چو کشته پشته گستومه وقتی حزیم وقتی من هاردیم مردم درست کشک بگه هزیمت بدون صد که امیر اوشتاد لشکر در 4 فرسخ آنی دنبالی کو بعد چایی بازگشت کتا لیکن امیر چندان زخم تیر رسته بیته که خدا تعالی آی نگاهی داشت پرچیا که سلای نیسته نپشتکتی. شاه هم به حمزه گوشت ای امیر پرچیا غفلت کتا خبر مکار به شرم تو باور کتا. امیر گوشت حکم خدا تعالی برای بیته. پس عمر امیه زکما حمزه گوش مرهم ایر کتا و بستند. بعد چند روز به طرف بهبودی ات کو سلامت بیواجم که 3 وجن 13 همدگانی سلامت باته الله میره.